انا عایشه ما رأیت من الناس احدا اشبه کلاما و حدیثا برسول الله صلی الله علیه و آله من فاطمه. میگوید که من ندیدم هیچ کس رو که از حیث حرف زدن، از حیث صحبت کردن شبیه باشه به پیغمبر به قدر جناب فاطمه سلام الله علیها. بعد میگوید که کانت اذا دخلت علیه رحب بها. وقتی جناب فاطمه سلام الله علیها وارد بر منزل پیغمبر میشد، حضرت مرحبا ترحیب میکردند، خوش آمد میگفتند و قبل یدیها. پیغمبر دست مبارک فاطمه زهرا رو میبوسید و اجلسها فی مجلسه، اون رو در جای خودش مینشاند. احترامی که پیغمبر برای این دختر، این بانوی بزرگ همه دورانهای بشر قائل بوده در این حد.